درود به هواداران برنامه مضمون تلویزیونی محفل ظریفان. نشر نوبتی آن را برای شما گشاده اعلان میکنیم. در بازی امروزه دسته کشاورز از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور با دسته جوانی از دانشکده مالیه و اقتصاد تاجیکستان بین خود رقابت میکنند. برنامه ما آغاز می‌گردد از پذیرایی و به خاطر پذیرایی دسته ها آنها را به صحنه دعوت می‌کنیم. استقبال می‌گیریم دسته کشاورز. استقبال می‌گیریم دسته جوانی. خب قبلا خوش آمدید هر دوی دسته. مبارکتان باشد که در دور دوم امکانیت پیدا کردید که بازی را ادامه داده باشید. خب پذیرایی شروع می‌گردد از نماینده از دسته کشاورز. مرحمت. از دسته کشاورز به دسته جوانی درود. درخت دوستی بنشان که قوم دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنجی به شمار آرد. اینک تحفه ها از دسته کشاورزی دانشگاه اگراری تاجیکستان به دسته جوانی دانشکده مالیه و اقتصاد تاجیکستان برای باز هم مکمل و کاملتر گردانیدن دوستی بین دسته ها این گوهر خرد تقدیم می گردد. روزی که به دل محبت آغاز کنی، به بال و پری به عرش پرواز کنی، در راه نشیب عمر سرافراز شوی، پل نیست جوانی که پسنداز کنی. سلام و درود صمیمی نثار یکایک شما حاضرین گرامی، اعضای حکمان و مخلصان محفل ظریفان. از دسته جوانی به دسته کشاورز از ما سلام. یکی از هدفهای جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت آذوقه‌واری می باشد. از این رو ریاست دانشکده مالیه و اقتصاد تاجیکستان تصمیم گرفته است که به دسته کشاورز سبد را تقدیم نماید که پر از محصولات کشاورزی می باشد. جوانان وطن با هم بیاییم، سرود عشق را با هم سراییم، مثالی پیشوای ملتی خویش در دل سوی فردا وانماییم. گلی وحدت دلی دولت جوانان، درخشی شوکت و سولت جوانان، در آغوش بهار تاجیکستان امیدی زنده ملت جوانان. ما از شما یک بازی خوب و دیدنی را انتظار هستیم. خیلی خوشم میآید وقتی که جوانان بین خود میسازند، بین خود محبت دارند. این نشان از استقلالیت وطن است، نشان از وحدت است، نشان از محبت میان جوانان است. یادآور میشویم دور دوم برنامه مضمون تلویزیونی محفل ظریفان است. نظامنامه در آن تغییر نیافته است و برای اجرای شرطها از جانب نهادهای زیرین اعضای حکمان آمدند که تا به دسته ها بهاگذاری کنند. نماینده از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ناصرجان بوریوف، نماینده از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تقای مراد نظرف، نماینده از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محسن مرادزاده، نماینده از کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان منور شاهین،
نظامنامه در برنامه مضمون تلویزیونی محفل ظریفان در دور دوم تغییر نیافته است. شرط اول عنوان گرفته است سلامنامه و برای اجرای آن به صحنه دعوت کرده می شود دسته کشاورز. مرحبا. درود ای کوههای سخت و سرکش، درود ای آب ای دریای بیغش، درود ای مردم صلح پرور کشور من. هان و گفتار من گوش فرا دهید. گفتار من آشکار و هویداست، سودآور است برای شما و برای بنی بشر. ای دریاهای اطراف من، شما پاک دو زلال، نه تنها برای من، برای بنی بشر. درخش خورشید زرینتاب در آب عکس اندازی می نماید، روزگارتان را درخشان می نماید. زهی آبهای کشور من، زهی خورشیدی پر از مهری تاجیکستان. آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتر میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید، یا در آبادی کوزه پور میگردد. شاید این آبی روان میرود پای سفیداری، فرو شاید اندوهی دلی. دستی درویش شاید نانی خشکیده تر کرده در آب. و چی گوارا این آب، چی زلال این رود. غنچه می شکوفد، اهل ده با خبرند، در کوچه باغش موسیقی تولد یافته است. مردمان سر رو آب را می فهمند، بیایید آب را گل نکنیم. آره، گواراست این آب، زلال است. مردمان بالادست چه صفایی دارند، چشمه هاشان جوشان، ماهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام. بگمان اینجا آبیست. درود از رخشه های آفتاب، از گلواژه های لفظ نیاگان. درود ای تاجیکستان، سرای جاویدانی عشق و عرفان. درود ای بهتر از همه جا وطن، نشان از خراسان. وطن سرزمینی آبهای زلال، سرزمینی سرود و سرفرازی، سرزمینی مهر آینان، سرزمینی نوروز و صدف و مهرگان. با سلامی مهر آور آمدیم بر بزمی محضر، با سواد و با نوای و با سرود بر شما صدها سلام، صدها درود. درود ای نام بر نامت جوانی، وطن آرای تا سطح جهانی. بر رفتار و به گفتار و به پندار، نیاگان را به نیکی ارج بگذار. درود زیبا و درفش کاویانی، تو زینت بخش ملک تاجیکانی. به زیر جلوت فرخنده هستند جوانان اندر این سال جوانی.
درود خرسند از آنت که هنر هست. هنرسنج استادان 5 برد است. اگر در صحنه صوتی دلپسند است، شما را حکمت و همت بلند است. درود ای دلبری مولیدونم، سواد اقتصادی گید با جونم. تو خداگاهی و مهن پرستی، تو را معشوقه خانم راضی هستی. درود ای دلبری شیرین تبسم، تو عفت به حجاب آور تجسم. با پاکی وجودت ده آرا، چکنچیده لباس تاجیکی را. درود مالیت جا بر جا گذاشته، درود در اقتصاد همتا نداشته. به محضر آمدی خوش خوش سخن گو، هنر بین ما چما وصف وطن گو. بیا با هم بیاموزیم برادر. بیا مردانه بانیم مرز کشور. بیا با دیدی نو در نوجوانی، شویم هم بر با فرهنگ جهانی. با تنظیم درستی رسم و آیین، شده دور از خرافات شادی ها بین. شادی ایما وحدت و صلح جهان است، ناز و نعمت بخش همچون مهرگان است. ما کشاورزیم ز فیضی مهرگان، میوه ها شیرین فراوان میکنیم. کرده آباد باغ و راغ ده را، شهر را گل گل شکوفان میکنیم. تیرماهی زرد را با زور علم، سبز رنگ و سبز پوشان میکنیم. کشف کرده برق از نیروی آب، شامگاهان را درخشان میکنیم. اقتصادی هست در ما به ایبا، بودجه ها را پر و پیمان میکنیم. زیب دانشگاه مایان رودکی، ما شما را رودکی خان میکنیم. پیشوای کشورم گفت استوار، آب تقدیم بهر یاران میکنیم. ما ز درسی او خیرت آموخته، صلح را موضوع دوران میکنیم. صلح را موضوع دوران میکنیم. و اینک فرصتی آن رسید است که به صحنه دعوت کرده باشیم جهت اجرای شرط سلامنامه دسته جوانی. مرحبا. مهمانان و مخلصان همه جمع
می قلب و شش و جان و جگریمو. سلام ای تاجیکستانی عزیزم، سلام ای مردمانی با تمیزم. سلامی ما سلامی آتش انگیز، پذیرایی کنیدش مهرانگیز. سلام گویم که تا باشد سلامت، الها نشنوید هرگز ملامت. سلام ای بچه ها و دخترک ها، سلام ای تقه ها و ای امک ها. سلام ای بابی به موی ریشدار. سلام بی بی در مویش کلیددار. سلام ای دخترک های پریوش. سلام ای بچه های شوخ و دلکش. سلامی ما سلامی قطقطک دار، که تا در خنده آید خلق بسیار. سلام گویم ما با حزن و شوخی، زی شوخی می براید بوی دوخی. 26 سال و ببینه این بهشتی تازه را، تاجیکستانی به زیبایی بلند آوازه را. کشور ما گل بسر شد، لیک ره آسان نبود. آفتابی بخت ما بر روی ما خندان نبود. زحمت فرزانگان بود که جوانی میکنیم، در دیار بخت آور کامرانی میکنیم. عصر ما فناوری میخواهد و علم و هنر، غیرت ما کوشش ما آورد بر ما ثمر. شکر ملت میکنیم و پیشوایی معتبر، میبرد او خلق ما را از ظفر سوی ظفر. تاجیکستان ما تو را مشهور دنیا میکنیم، آفتابی به غروبی صبح فردا میکنیم. عین جوانی ما شکوفان گشتیم، ما شکوفان گشتیم. بلبلی شیدایی باغی تاجیکستان گشتیم، تاجیکستان گشتیم. بلبلی شیدایی باغی تاجیکستان گشتیم، تاجیکستان گشتیم. ما سلام گفتیم عزیزان اندر این محفل ظریفان، ما سلام گفتیم عزیزان اندر این محفل ظریفان. آمده انا آمده انا آمده، با شما شادی کنیم بزم و خرسندی کنیم. با شما شادی کنیم بزم و خرسندی کنیم. هر دو جانب توانستند که با یک مهارت خوب، ملکه، زیرکی، دانایی شرط سلامنامه را با ما پیشنهاد کند. ما حلاوت بردیم، ولی اعضای حکمان وظیفه‌دار است که به هنر دسته ها بها گذاری کنند. بهای اعضای حکمان به دسته کشاورز جهت اجرای شرط سلامنامه 4 5 5. بهای اعضای حکمان به دسته جوانی جهت اجرای شرط سلامنامه 4 4 4 5. اینک فرصتی آن رسید است که به صحنه دعوت کرده باشیم دسته کشاورز را جهت اجرای شرط سرود هجوی. استقبال میگیریم. چکیدن گیرد
دانشجو کیدم گیرد در ریتینگو امتحان داو کردن گیرد در ریتینگو امتحان داو کردن گیرد بسیار نکن جست و خست در مشروطی سر آدم بسیار نکن جست و خست دانشجوی مغامبیر استاد رو میکند پیر دانشجوی مغامبیر استاد رو میکند پیر به دفتر و به روچکا گویا کی از کشتین گیر به دفتر و به روچکا گویا کی از کشتین گیر چکرا 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 چکی دنگیرد عروس اومدن گیرد چکرا چکی دنگیرد عروس اومدن گیرد وقت پولت تمام شد رفته یاری نو گیرد وقت پولت تمام شد رفته یاری نو گیرد دانشجو با جنس آید با استاد خوش نآید دانشجو با جنس آید با استاد خوش نآید با تلفنی موبیلی بلند گپ زدن گیرد با تلفنی موبیلی بلند گپ زدن گیرد سنجشو امتحان را تکرار سپاریدن گیرد سنجشو امتحان را تکرار سپاریدن گیرد از کیسه پدر جان پول ها لغزیدن گیرد از کیسه پدر جان پول ها لغزیدن گیرد چکرا 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 چکیدن گیرد دلار خمیدن گیرد چکرا چکیدن گیرد دلار خمیدن گیرد دانشجوی مهاجر وطن پریدن 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 گیرد تشکر به دسته کشاورز جهت پیشنهاد نمودن سرود هجوی. اینک فرصت اون رسید است که به صحنه دعوت کرده باشیم دسته جوانی رو تا اینکه توانسته باشند شرط سرود هجوی رو به ما پیشنهاد کنند. مرحبا. بلند و میلم ویران خریدم کلچه داروی 200 سامان فرو بردی نشد بر درد تو درمان دلم بر بو علی سوزد و حال زندگی سوزد دلم بر بو علی سوزد و حال زندگی سوزد در پشتی درخت بجای و ایستاده ای چوخ در پشتی درخت بجای و ایستاده ای چوخ
پیدا شده یگهی به ماشین دیده دخت پیدا شده یگهی به ماشین دیده دخت دخترکی سفیدکی زردی نمو ای دخترکی سفیدکی زردی نمو گایی تو را من نکرد سکری تشگو گایی تو را من نکرد سکری تشگو یک چشمکی میزنم گایی میشوه آب یک چشمکی میزنم گایی میشوه آب هرچند نروشنی میکنم من ده جواب هرچند نروشنی میکنم من ده جواب در پیشکی کلسه وای پامخ دادی مرا در پیشکی کلسه وای پامخ دادی مرا من صدقه شو لکسوسی زیبایی تو را من صدقه شو لکسوسی زیبایی تو را در زاد روزم حجتی رانندگی را در زاد روزم حجتی رانندگی را تقدیم کردن چی میپسانی تو مرا تقدیم کردن چی میپسانی تو مرا ما صدقه چون رکت ناظری را ما صدقه چون رکت ناظری را لکسوس و ژیگولی را به یک چشم و نگاه لکسوس و ژیگولی را به یک چشم و نگاه با کجا رویم و کابیم زی کجا یابیم تغاره با کجا رویم و کابیم زی کجا یابیم تغاره وقتی امتحان سپاری آمد از گیره بهاره وقتی امتحان سپاری آمد از گیره بهاره رفیقانی دانش آموز شما یا خبر ندارید رفیقانی دانش آموز شما یا خبر ندارید که دیگر به تبری تستی امتحان را می سپاره که دیگر به تبری تستی امتحان را می سپاره با کدام درش بیایم زی کدام درش برایم با کدام درش بیایم زی کدام درش برایم نگرفته هر دمه به سری وقت رسیده آیم نگرفته هر دمه به سری وقت رسیده آیم از نخواهی بازار از این تنی بیمار از نخواهی بازار از این تنی بیمار از گشتنی بکارم اما گردیده بیزار از گشتنی بکارم اما گردیده بیزار دردی دلی ما دوا ندارم فریاد میکنه دخترارا هرگز نکنن تو را نزارم به دلار و سامانه و کارم هرگز نکنن تو را نزارم به دلار و سامانه و کارم دویده رفته سوی داروخانه خریده گیر بیار پردی فنجانه کی تا رسیدنی دختر به اینجا بمارمان مبادا مردمانه کی تا رسیدنی دختر به اینجا بمارمان مبادا مردمانه دردی دلی ما دوا ندارم فریاد میکنه دخترارا هرگز نکنن تو را نزارم به دلار و سامانه و کارم هرگز نکنن تو را نزارم به دلار و سامانه و کارم به دلار و سامانه و کارم سرود حجوی در پیشنهاد دسته جوانی بود با هم تماشا کردیم و رو میوریم به اعضای حکمان تا اینکه به هر دوی دسته چگونه بهاگذاری میکنند. بهای اعضای حکمان به دسته کشاورز جهت پیشنهاد نمودن شرطی سرود حجوی 4 4 4 4 بهای اعضای حکمان به دسته جوانی جهت پیشنهاد نمودن شرطی سرود حجوی
3 4 4 4 ادامه دارد برنامه آزمون تلویزیونی محفل ظریفان. خاطررسان میکنیم این دور دوم است و اینک شرط سیوم عنوان گرفته است صحنه‌چه هجوی و برای اجرای آن به صحنه دعوت کرده می شود دسته کشاورز. حال دانشجوی امروزه را بینید. ساعت 9 شد، از دانشجو خبری نیست. ما هم در وقتش دانشجو بودیم. از استاد پیش آمده به درس میشیشتیم. حاضر چی؟ برعکس. اول استاد میبیاید بعد دانشجو. من نمیدانم خطی یا چیکار کنم. حتی در روز امتحانم دیر میکنن اینا. یا سلام علیکم. آدم یا تق تق بکنه آیا اهم میگن. خیلی استاد جان بخشیش من بعد که کار گذشت اون همه چی لازم؟ نام و فامیلیا. اینه گیرید ها. ما اینجا نام فامیلیا من ها. دوربین و پیشبین. دوربین و پیشبین. دوربین و پیشبین. لبای. من امتحان قبول نمیکنم. برای چی؟ این منه درس کنی توی بین. کنی. منه. پره روز در کجا بودی؟ پره روز. های پره روز استاد جان بروک تر بود. بروک تر بود. بهانه. بعد تو یا بروک داری؟ خیلی استاد جان همین رزمیری مو یا تبدیل میرم تر بود. خیلی منه اینش دردی بخیر. منه دیروز در کجا بودی؟ دیروز. استاد جان دیروز آمدم. همین دیروز آمده است بودم با پیش خانه خطان گذاشتم استاد جان. انا بعد دیدم که بروک شما تر با گفتم شما نمیبیایی با منم نآمدم. داناگی نکن. بلیت اگی با تو بد کار میکنه. بلیت استاد جان ترساندم. بلیت گرفتم آخی. گفته بلیت گیر. اصل چیست؟ انا اصل سوال ای همه عادی کنی بینیم اصل چیست؟ در درس بربکت میخونه. اصل استاد جان اصل دو نمود میشود. خب انا اصل دو نمود میشه. اصل زنبوری و اصل نباتی. انا راستی گفت استاد جان اصل نباتی دیدگیم. انا لیکی اصل زنبوری قیمت که هست باور کنی قیمت دیدگی نیستیم. دو نمود میشه. کورسی چند؟ کورسی چند تو؟ استاد جان کورسی 4. چهارم کورس های اصلا نمیدونه چی های. میدانی چی؟ منه باهای تو نه 2. توبه کدامه چهارم کورس های 2 گرفته خرسنده. استاد جان این با گفتی شما 2 انا لکی با گفتی من بینده 5 ریمی امبارم استاد جان 5 رحمت خیلی به خاطر سال جوانا 100 میمونم دفعه دیگر نقص تیار شده میبری. چند؟ 3 استاد جان یک لحظه نمونه یک لحظه یا نگاه کنه همه قدیمه با هم سه شما میزه بد می آقای دراز عقل کمه چیکار میکنی؟ استاد جان خیلی 4 مونه اختبار میشه. 4 من 3 چهارم کورس اصل اصلا ندانه 4 سال در کجا خونده ایش میبید بچه دیکن نمیدونه. السلام علیکم استاد جان. سلام. میشد نام و فامیلیا. بیای مونده نخود که شما مرا نشناسید. همه استادا مرا میشناسه شما مرا نمیشناسید. شناختم. نام و فامیلیا اینجا قید کردن در کردیا. ژالایه و بارانگل. ژالایه و عجیب. آباد هوا گویدی مونده. مرحبا.
وطنی اصلی کارتوشکا. مرحمت. وطنی اصلی کارتوشکا. استاد جان میگم امی وطنی اصلی کارتوشکا همی یوان نباشه؟ بسیار هم دختر شوخ. بله یوان شهرک صنعتی، اما وطن کارتوشکا این نه. گوش کن. زبی دانشگاه مایان استاد ابابلا رو دکی. 4 مثل شعر از استاد شعر قرائت کنید، 1 بهای 4 میمونم. مایلش آمد بری من. کی؟ یار. یار. عجیب عجیب. ایسا کی؟ کی؟ وقتی سحر. وقتی سحر. ترسنده زی کی؟ زی خسم. خسم. خسمش کی؟ پدر. پدر. آفرین. پدرت بر رحمت. 4 را حوال کردی. 4. دادمش 2 بوسه. بوسه. بر کجا؟ بر لبی. خب. تر. لبی تر. لب بود؟ نه. چی بود؟ عقیق. عقیق. ایستا کی؟ چون بود؟ چو شکر. شکر. آفرین. شکر. 4 نه 5. رحمت استاد جان. 5. 5. آفرین. 5. رحمت استاد جان. رحمت استاد جان. آفرین. این شعر بینید. این قافیه بندی بینید. آمد. با 5 میگیری گفته بالای آدم میبروی آخی. وقتی سحر. سلام علیکم استاد. این شعر بین. این قافیه بندی بین. استاد سلام علیکم. آمد بری. استاد سلام علیکم. سلام. میبخشه بعد امو دخترک رفتم ما 3 باره سلام دادم. خیلی حالاتون میشه. مرحمت. نام و فامیلیا. اکی استاد ما هم نام و فامیلیا داریم با هم کم کلیچکر هم داریم. نام و فامیلیا. کریلوف چرخلی. کریلوف. ایستا کی ای چرخ پیشی یا قفا؟ استاد ما کیتایست کیم کدام طرف دمونند میشه؟ استاد ما چه مرحمت شاگرد. ما بلد چه میگیریم بلدی دستو بند همه. این خطیش قبیدگی میشه خیلی ما بلد گرفتن نمیتونیم دیگه استاد. چی گپ شده؟ این چوکا؟ ما بلد دیگه ما به بلد بعد میخوام خیلی گذاریم استاد. چوکا ده این چی گپ شد؟ زدن. کی؟ همین درین اتوبوسی ناو در اومدیم با یک امید شدیم که 2 تا مسافر همی بری بالا هم قزد کی. گفتی سالی جوانانه دیگه ما خود نیست. آدمی آدم نبیند از کجا آدم شود گفتم بزرگه آدمی آدم نبیند نه آدم به یگان سبب نمیزنن. البته یگان نامعقلی کردی، یگان کلان جا ندادگیستی. نه من جا دادم استاد، همی جا دادم که همی فروارن قلپاست. حرمت عزت گفتنی چیز هست. جا متیت. جا متیت استاد. اکی ما دیگه همی خمیریم استاد. بخش شاگرد جان یک لحظه. لبای. کی؟ سر دکتر؟ چی گفت؟ اولای من. پیسه؟ نه. هازی من میبیامه. بچه جان ای بچه راحت بچه جان ای بچه استاد تینجی استاد؟ تینجی در 10 سال حیاتمون نو فرزندار شده می شاگرد فرزندار شما مبارک شما استاد. تبریک پای قدمی ما
پنجمونه استاد پای قدم ما نغزه استاد پای قدم ما نغزه ای راستی گم استاد شما را دیدم بچه جان ای بچه ای کسلاش خفی چی استاد استاد همین شما را دیدم راستی گم الهامم اومد وقتی که شما را دیدم من الهام سرودخوانیم اومد برای پسرش ما یک سرود خوانم استاد خان یک تا خوانم استاد خان بچه جان استاد ما پسردار شد ترساک بزنه استاد پسر مبارک شینه образа дромадес. Minador. Ne, Rahman. Şogit, Rahman. ба сахна даъват карда мешавад дастаи ҷавонӣ ҷиҳати иҷрои шарти саҳначаи ҳаҷвӣ. ҳо ин ҳамун дар ҷои ваъдагӣ ҳо дар даруни боғи таҷрибавию гӯш кун дар ҳамун телефони ман 10 сума гузарон надорӣ эҳа ина бинан боз ӯ ба ҳамаи аҳволаш зангирай эха майли нагузарону худу тез кун биё ки ман аз дарс гурехта омадум ҳо майли хай багам мезанӣ аз дасти бачаҳои ҳозира хаста шудам маъқули дилта меёбӣ пул надорад пулдорша меёбӣ виҷдон надорад ки гап занад ӯ зан дорад ё не асали ман ҷигари ман سر کوه بلند من باشم و یار یاسومن عقیق و یاسومن من باشم و یار یاسومن همان روز بخاکم سپارن یاسومن میان یک کفن من باشم و یار یاسومن یاسومن سلسله دار ابروانش دون بیمار خوردنش چو اژدهار چشمکاش سوی تفار هر دو رخسار پودره دار سر شب تا به سحر فکری منو چهره یار یاسومن سلسله دار یاسومن تو در درس نیستی؟ سلام اوچا جان تو در درس نیستی؟ اوچا جان در درسم در درونی باغ؟ آخه اوچا پرکتیکا اومدم پرکتیکا؟ در تای درختی سه پرکتیکا؟ آخه اوچا جان همه همین سبزواتا میوه ها درخت ها همه ها رو ما استوب کتاب کرده در پرکتیکا می آموزیم آخه اوچا مایلشی وای چی؟ این یک برجامه اوچا همین میوه ها رو جمع کرده در همین میچینیم این کی؟ این یک پرکتیکانت های کی تو؟ ما میچورین میچورین؟ دایی در روی باغ چیکار میکنی؟ من همین میوه اینم سبزوات و اینم میوه هم درخت را دزیم ما همین کنده پیوان میکنیم ریشه پیوان میکنیم برگ پیوان میکنیم آیا همه مویماش ما هم همین را درگا میکنم همین دختری زیبای شما حساب حسد میکنه ما کتابچه میبروریم و حسابات عمری دم اسپاریم اگر حسابات نسپاریم ما حمایت کردن نمیتونیم دیپلمونه نه نیت تو نفهمیدم خدمت کردگی چی؟ خدمت کردگی؟ نه خدمت کردگی نیستم میرم صادقانه خدمت میکنم خدمت مادر خدمت وطن هم ایتانی خودم خدمت میکنم هم ایتانی هم بچه هایی که خدمت میگریزن پدر داری؟ دارم مادر؟ فهمو جبه یاسمان یاسمان جانه بچه این است در این زمان بچه خوب یافتن مشکل
بچه های اگراری بسیار بچه های نغزن. دیل شیو پدرش خانه رای کنم. ما روزی مالی آچه جون. ای میچوری ای میچوری ای میدونی چی؟ ای آچم روزی شی آچه تصدقه ای بای روی خطی کدگی تو ما تمام عمر قرض میکنم یک ای وظیفه میمونم دو ای تنظیم اومده جریمه میکند سه انا باز یک ایلاج کرده توی میگذرانه چور زنک او تو انصاف داری قطعیم قدر سر پای همون عروس خریم بس بودگیست ای تنظیم ریویه کردن حتمی است ای مردک تنظیم گفته بیزار کدی زنک گوش کن این روی خط ربی دو دگ آش دو دگ خامشوربا یک دگ ماهی بریون با چی یک فکر در سرم اومد میدونه این چی؟ بگو یک دگ خامشوربا در خانه همسایه یک دگ آش در خانه همسایه دیگری یک دگ آش در خانه خودمان تمام ای مردک جان وحی ما نکنه دو زود اسبای خرید شدن در کن زنک بینده اوچه جان اوتا انا بچه اوچه آمده بروم در قد و قامت بچه ایجا بیا بچه جانی ما این بچه خسرومه این فقط بچه اوچه نیست بچه اوتا هم هست ایجا بیا ای بچه ما مرده است آفرین بچه می این زنگیر شده بچه ما این زن نگیره بچه ما یک تا این بچه ما ملده است ای بچه برا تا روزی توی استراحت که تو یک ماه گذاشت شامده مهمانو مرحمت بطری ای عزیزان بر شما توی مبارک باشد خنده بخت در این کوی مبارک باشد خوش آمدید مهمانان خوش و تباران به توی خرسندی این خاندان اینک بزم را آباد می نماید سراینده جوان و خوش صدا رستم نور استقبال میگیره Крутая девочка, я парень заводной, царица ты гламурная, король я деловой. И в одну мелодию танцую я с тобой, караване золотом дарю тебе одной. Ты крутая девочка, я парень заводной, царица ты гламурная, король я деловой. И в одну мелодию танцую я с тобой, караване золотом дарю тебе одной, дарю тебе одной. نویس همش رو نویس دیگه خونه ها اینجا بیا توی داریم اکا توی شما؟ من صاحبی محرکه ایم گفتنیم توی پسر شماست؟ آها توی پسری مای این داماد کنی؟ نویس دل شد دیگه خونه همسایه مهمان ها رو یک دونه بچه هاش خونم رئیسی تنظیم های خداش چیگه؟ در این روزی کاری از ما نپرسیده خودسرانه همه کار رو آغاز کردید؟ نه دو دگاش در خانه همسایه این قدر مهمان ها 15-20 تاش مهمان ها مونده دیگراش همه استودنت ها اقلا با وای حافظ شهرنامه داشتین؟ آخی حافظ وای خیشی تورم های این خیلی فنگرام خونده فنگرام در شهرنامه چی در کو؟ خود قربان قانون برای همه قانون همه باید آن رو رعایت کند نویس رئیس جان قربان نویس قربان برای رعایت نکردن قانون تنظیم و جشن مراسم ها با مبلغ 20,000 تومان جریمه. 20,000 تومان جریمه. قربان ما شما رو در اداره انتظار. کشتر ها. زنه تنظیم رفت مسئولیت دایشتن ایستمت مون ای مردم اگر خواه تن جانتون سالم باشه زندگیتون آرام و آسایشته باشه تنظیم رعایت کنه قرض کده توی نکنه رفتیم زنه قرض کده
تشکر به دسته جوانی جهت پیشنهاد نمودن شرط صحنه‌چه حجوی. متوجه باشید اعضای حکمان به هر دوی دسته بهاگذاری میکنند و با هم میبینیم که نتیجه کارشون چگونه است. بهای اعضای حکمان به دسته کشاورز جهت پیشنهاد نمودن شرط صحنه‌چه حجوی 4 3 3 4. بهای اعضای حکمان به دسته جوانی جهت پیشنهاد نمودن شرط صحنه‌چه حجوی 3 3 3 4. این لحظه میخواهم به صحنه دعوت کرده باشم هر دوی دسته را جهت اجرای شرط سوالنامه. استقبال میگیریم دسته کشاورز. استقبال میگیریم دسته جوانی. هر دوی دسته توجه کنید. شرط نوبتی ما عنوان گرفته است سوالنامه. شما امکانیت دارید که به دسته رقیب 3 سوالی پیشنهاد کنید. پس از پیشنهاد کردن جواب دسته ظریف رو میشنوید. پس از جواب آنها جواب خودتان رو پیشنهاد میکنید. سوال‌های پیشنهاد شونده دارای خصوصیت ظرافت باشد. پاسخ‌ها هم دارای خصوصیت ظرافت باشد. به تحقیر دسته به تحقیر جامعه روانه نباشد. شرط‌ها به شما فهم است. بازی آغاز می‌گردد از سوال یکم دسته کشاورز. مرحمت. سوال دسته کشاورز چنین است: اگر رود و ما کشاورزان حاصل خوب را به دست نآوردیم، شما اقتصادچیان چی را حساب میکنید؟ دسته جوانی امکانیت دارد که در دایره 1 دقیقه مابین خود سوال پیشنهاد شده را محاکمه کند. از اشاره دسته جوانی عیان می‌گردد که الکی آماده هستند برای پاسخ را پیشنهاد کردن و از دسته کشاورز خواهش می‌کنیم که سوال یکم خود را تکرار کنند. اگر رود و ما کشاورزان حاصل خوب را به دست نآوردیم، شما اقتصادچیان چی را حساب میکنید؟ اولش باید شما کوشش کنین که حاصل خوب به دست آورین. اگر ما مبلغمون رو به خارج کشور بریم، اقتصادیات ما، بودجت مملکت ما از کجا غنی میگردد؟ راست. جواب دسته ما چنین است: قطار شو اینجا. اینجا قطار شو اینجا. اینجا چی؟ اینجا بیا. سلبا پیش. قدر بی قامت بی گردن دروازی میکنم. اوکی همین راست که مرا که در همین جا شما راهبر انتخاب کردید، او برای چی کار نمیکنه؟ تو بیست. وای بیست نه. هر 4 ای کار روید. انا می شما را حساب میکنم. فهمو؟ قبول می شود هر دوی پاسخ ها و اینک فرصت آن رسید است که با هم شنیده باشیم سوال یکم دسته جوانی را. مرحمت. ظریف برادران، ظریف خواهران، سوال نوبتی ما چنین است: از مارکس انگلز بالا، از لنین ستالین والا، همگان را راهنما استاد ابو علی سینا، جواب شما چیست به این سوال ما؟ از اشاره دسته کشاورز به ما معلوم می‌گردد که الکی آماده هستند پاسخ خود را پیشنهاد کنند و از دسته جوانی خواهش میکنیم که یک مرتبه دیگر سوال یکم خود را تکرار کنند. از مارکس انگلز بالا، از لنین ستالین والا، همگان را راهنما استاد ابو علی سینا، جواب شما چیست به این سوال ما؟
ба назди ман меомадед не این مرا گفت سوال انا جوابی ما چونین است ظریف خواهر یعنی که شما استادی همه این دانشمندان بزرگان رو پرسیدن انا بینید که همه اینها کتاب خوندن علم آموختن با این مرتبه رسیدن یعنی که استادی همه اینها کتاب است دانش انیسی کنجی تنهایی کتاب است کتاب را ننویسد کتاب از کجا پیدا می شود جواب ما معلم است سوال دومی دسته کشاورز اکنون دقت دهید به سوال دوم ما آدم را در کدام وقت چی میگویند آدم را در کدام وقت چی میگویند مرحمت یک دقیقه دارید که محاکمه کنید از اشاره دسته جوانی معلوم می‌گردند که الکای آماده هستند و از دسته کشاورز خواهش می‌کنیم که سوال دوم خود را تکرار کنند. آدم را در کدام وقت چی میگویند؟ جواب ما چنین است. اولش که آدم چی نمی‌شود. اکنون به جواب ما دقت دهید. زنک، ای زنک، زنک، چی شد؟ چی شده؟ چی شد؟ سلام علیکم برادر. سلام. این اویله شما؟ اویله شما؟ بله بله اویله من. ناز. خب چی شد از با اویله من؟ راهبر همین بیمارخانه تولد خانه. شما فرزند تولد کردید لیکن دیده نمیشود. برای چی؟ سوال چی؟ برای چی؟ برای که پدسویت خودمایی. سوال دومی دسته جوانی مرحمت رفتید و با ماهیگیری نبادا ماهی طلایی را داشتید و شما یک آرزو دارید چی را آرزو میکنید در دایره یک دقیقه میتوانید که محاکمه کنید مرحمت یک دقیقه که به دسته کشاورز جهت جویای پاسخ ظریفانه جدا گرده بود به انتها میرسد و از دسته جوانی خواهش میکنیم که سوال دوم خود را تکرار کنند. برادران کشاورز شما ماهیگیری رفتید ماهی طلایی به دست آوردید و شما یک خواهش دارید چی خواهش میکنید که خواهش ما را اجرا کنم یک وردک لبی دایره میره ماهیگیری بعد ماهی را میگیرد و در شستش ماهی طلایی میگیرد با میگه ماهی جان یک خواهش برای من از این سنتر شهر یک خانه 5 خانگاه خواهش میکنم انا بعد یک زیبو سنم خواهش میکنم که ماهی هم سراسیمه میشه میگه نه اکا جان من ماهی طلایی نیستم من زر پروین شدگیم یک واریانت دیگر هم داره مرحمت پیشکش شما میگردونیم کدامش شما انتخاب کنید جواب دیگری ما چنین است اگر رود و به دست ما ماهی طلایی افتد میدونه جوابی ما چی است این صلح و امانی در تمام جهان است سوال سوم دسته کشاورز مرحمت بله درخت نو ما خودمون اختراع کردیم درخت نغز اینه بینه چشم پروژکتور ببخشید یک سوال کدام میوه رو خامش رو میخورند و پختش رو میپرتویند سوال مرحمت دسته جوانی در دایره یک دقیقه میتوانید محاکمه کنید خب از اشاره دسته جوانی معلوم گردد که الکای آماده هستند برای پاسخ دادن و از دسته کشاورز خواهش میکنیم که سوال سوم خود را یک بار دیگر تکرار کنند. کدام میوه رو خامش رو میخورند پختش رو میپرتند
سوال فهمو نمبینی غورا خوردستم خیلی بپزه بابو خوخی ما که خاموشم بخیره پختگیوش میپرسی با فکرم تا پختنش هنو میرسم جواب ما درخت ما کجا شد؟ این یکی از درختان بهترین میباشد. میبخشه برادر سه برای شما توفه از نام دانشجو از خطانم باشه برای شما توفه. انا برادر میبخشید این سوال خمونم جواب داده نمیتونیم. وریانت دوم دسته کشاورز چنین است. در دوره دانشجویی دانشجویان نه خام را میمانند و نه پختگی را، همه را میخورند. دسته های محترم بین‌نوبت داشته باشد که ما باید وقت رو بین‌نوبت گرفته باشیم و اینک میشنویم سوال سوم دسته جوانی رو. مرحمت. سوال سوم دسته جوانی چنین است. جمله را گوید که از 33 تا کلمه عبارت باشد. همه کلمه ها با حرف سه سر شود. دسته کشاورز در دوره 1 دقیقه میتوانید که محاکمه کنید. یک دقیقه که به دسته کشاورز جدا گردیده بود به انتها میرسد و از دسته جوانی خواهش میکنیم که سوال سوم خود را تکرار کنند. ظریف برادران، ظریف خواهران، سوال سوم ما چنین است. جمله را گوید که از 33 تا کلمه عبارت باشد و همه کلمه ها با حرف سه سر شود. رحمت برای سوال. رحمت. شما در دور اولی برنامه آزمونی محفل ظریفان همین گونه یک سوال داده بودید نه؟ بله، جمله را گوید که از 27 تا کلمه عبارت باشد، همه حرف ها با پ سر شود. ولی مخلصان درخواست کردند که همین خیلی سوال ها باشد. از این رو ما سوال سوم را با 33 تا کلمه از حرف سه آغاز شده و شما میگید. اپا خواهر همه رقم 33 رو میدونی؟ همه خودش 33 تا حرف دارد. همه 33 تا 33 یخموسی 33 دا بیا بچه. جواب ما چنین است. سوداگری سربندی سبزی فروش سفرов سلیم صابیرویچ صبح صادق سهشنبه سبد سبزیاش رو سراسیموار سوی سوپرمارکت سعادت سواری سمرنی سفید ساختو. سردار склади سیوم ستارов سهراب صادقویچ سومی سبزیهایش رو 333 سومون سپرید. با حرفی سه این سه باز از شما. به هر دوی دسته اظهار سپاس برای چالاکی، برای ظریفی، برای پیشنهاد نمودن سوال و پاسخ. مرحمت میتوانید که رفته برای شرط‌های من بعد آمادگی دیده باشید. فرصت اون رسید است که رو بیاریم به اعضای حکمان و اعضای حکمان به هر دوی دسته بهاگذاری کنند. بهای اعضای حکمان به دسته کشاورز جهت اجرای شرط سوالنامه 3 4 4 4. بهای اعضای حکمان به دسته جوانی جهت اجرای شرط سوالنامه 4 4 3 4. شرط نوبتی عنوان دارد تقلید. اعلان می‌سازیم که شرط تقلید در اجرای دسته کشاورز. دوستان در مکان و این زمان خوش آمدید. با لبی پرخنده و رقصنده جان خوش آمده. درگاه آباد ما آباد از لطف حق است. اندر این محفل همه پیر و جوان
خوش آمدید. سلام تماشابینان و مخلصان برنامه آزمون جلوی اختر. امروز در برنامه آزمون جلوی اختر نه تنها سراینده های استرادای تاجیک بلکه سراینده ها از خارجی کشور نیز بهر شما هنرنمایی میکنند. خاموش نایستید دوستان، ما چند تا داریم مهمان. میتخون چکرابورتی پختسبی هندوستان. नगालों की दुनिया है दिल वालों के, गौरों की नगालों की दुनिया है दिल वालों के। हंस के जिए हंस के नारे तुम जैसे दिल वालों के, ओ गौरों की नगालों की दुनिया है दिल वालों के। चली चली है इश्क हमारे हमजे हमको प्यार, चली चली है इश्क हमारे हमजे हमको प्यार। न सोना न जाने तुमसे में हमको प्यार, ओ न सोना न जाने तुमसे में हमको प्यार, ओ गौरों की नगालों की दुनिया है दिल वालों के, गौरों की नगालों की दुनिया है दिल वालों के, दुनिया है दिल वालों के। نو مشروگیری بای بای، شب و روز میرد دوبای. صدرالدین نجمیدین سراینده خوبای. مرحبا. ای گل بهاران عشق مادگاران، تا که زنده هستم تو به ما کناران. شیرین من تو فرهاد تو هستم، تا که زنده هستم در یاد تو هستم. سلام عزیزان، رویای من دنیای من تو قصه شبهای من، خدای من تو را داده بر دل تنهای من. رویای من دنیای من تو قصه شبهای من، خدای من تو را داده بر دل تنهای من. ای گل بهاران عشق مادگارم، تا که زنده هستم تو به ما کنارم. شیرین من تو فرهاد تو هستم، تا که زنده هستم در یاد تو هستم. شیرین من تو فرهاد تو هستم، تا که زنده هستم در یاد تو هستم. تا که زنده هستم در یاد شما هستم. در صحنه خوشخیرامای، حافظه شیرین کامای، زلیخا محمد شایوا برای مخلصانای. مرحبا، پذیرا باشید. یه در بزم چمن، یه در بزم چمن، از گل بوستان گله دارم گله دارم گله، از چچهکی مرغ غزل خان گله دارم گله دارم گله، گله دارم گله، گله دارم
سورپریز داریم دوستان از بهترین آوازخوان. پای پیاده آمد فرهاد از افغانستان. پذیرا باشه. یار از همه دل خرید از ما نخرید، یار از همه دل خرید از ما نخرید. از هر کی شنید ناله از ما نشنید، در پای محبت چون را سر شوقه. مورد نخوان خواه گشته ندید، مورد نخوان خواه گشته ندیده. وقت عروس افتا از خانه می براید، وقت عروس افتا از خانه می براید. عاشق بگیری همشه شعراش می سراید، عاشق بگیری همشه شعراش می سراید. وقت عروس افتا از خانه می براید، وقت عروس افتا از خانه می براید. عاشق بگیری همشه شعراش می سراید، عاشق بگیری همشه شعراش می سراید. خوش اوه زرینا بله اومد کی؟ اومد او کی؟ اومد ظفر ایوبی با یک بزم کلابی در محفل ظریفان از منطقه ختلان. مرحبا جوانان برقصم یک جا. در جوش و خروشای کلیپاش در فروشای. این کفکوبی مایان بحر خالاب سروشای. مرحبا شیرین یارک ناز و ادا دارد، دل از غمی و هزار و یک پاره. اون ناز کنه نازه، من زاره کنم زاره تو خنده کنی دردمی دروازه. از خنده ای تو زخمی دلم تازه. آواز کنم یا نکنم جانه، ترسم که کنی با عالم آوازه. اما سوز اما درد اما روز، یاری خوش رفتارم اومده آزارم. یاری خوش رفتارم اومده آزارم، یاری خوش رفتارم اومده آزارم. فرصتی اون رسید است که به صحنه دعوت کرده باشیم دسته جوانی را جهت اجرای شرط تقلید. салом тамошобинон ва ҳамаи мухлисон. салом ба онҳое ки ҳастанд бо мо ин замон. барномаи як соат аз шабакаи моён, шабакаи дӯстдошта яъне аз баҳористон тақдиматон месозем. бо мо бошед ин замон. барномаи як соат муддати 8 дақиқа пешниҳод менамоем аз ҳар ҷо иққа иққа. инак бахши навбатӣ бо номи як фароғат пешкашатон мегардад. бинеду кунед роҳат.
аз ҳодисаи нохуш чӣ чиз аст одамонро раҳонда орад ба ҳуш. фаҳмидам ҷалолиддин роҳро дар назар дорӣ, қоидаҳои роҳро инҷо мисол меорӣ. бахши як аломатро тайёр кардам мақсуда, бо суҳбати сари роҳ дар кӯчаю ҳар ҷода. таваҷҷӯҳ кунед дӯстон ба бахши як аломат, риштаи сухан ба ту мақсудаҷон марҳамат. салом бинандагони азиз, бахши як аломатро дар барномаи як соат пешкаши шумо менамоем. моро ҳамроҳ бошед. салом. салом. ва алайкум. худро маърифӣ мекардед? ман бобои ҳаёт. чӣ гап аст? бобои ҳаёт? мебахшед, мегуфтед ки ин аломатҳо чиро нишон медиҳанд? ман ин кӯча нестам, пама аломатҳои кӯчаи худ мора медиҳам. салом. салом. худро маърифӣ мекардед? чӣ буд? ман фалончию фалончи дар фалон ҷо кор мекунам ё мехонам. ман фалончи дар фалон. ному насаби худро гӯед. маҳмадалӣ файзулло донишҷӯ. файзулло бисёр хуб. мегуфтед ки ин аломатҳо чиро нишон медиҳанд? ӯ аломатҳо бисёр дар қадои кӯчай вақти мурдӣ то чира маърака мумкин нестай. мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. бинандагони гиромӣ, имрӯз дар бахши мо ягон нафар посухи дуруст дода натавонистанд. ҷавоби дуруст чунин аст: 40 нафар кӯдакон аз беморхона гурехта истоданд. ин буд бахши як аломат. бахшҳои дигари барномаи як соат идома доранд. дар фарҷоми барнома мо аз оғои мансур пахш аз навои эрон созем як суруди зур. ҳарф мезанем ҳамзабонони ман. имрӯз суруди дунедунеро такмил додем бо зарифуне. якҷоя месароем. дуне ҳар қадар ғун кунед сумоне, дохил шуда дар донишгоҳ диге неметуне. дуне маркази миллии тестиро дониш бошад гузашта мешавӣ ҳайроне. ҳар кас ки мехоне мактаби миёне бо баҳои аъло мегзаред осуне. ҳар ки намехоне мемонед нодоне, рӯзе зинодонӣ мешӣ пушаймоне. аз худо пинҳонест, аз ту чӣ пинҳоне, ки хизмати ҳарбӣ аз қарзи мардоне. бурӯ бикун хизмат дар пеши виҷдоне, аз аблава нагрез унуя мисуне. дуне ҳар ки хуб мехоне, устоди донишгоҳ қадрашро медоне. иҷро пули гуфта мегиранд моҳоне, шикамтон аз ролтон холӣ намемоне. дуне хуне خونه دونه خونه. ташаккур оғои мансур. то дидори оянда хайр тамошобинон. як соат бо ҳам будем, шояд хуш буд тавбатон. баҳои аъзои ҳакамон ба дастаи кишоварз ҷиҳати иҷрои шарти тақлид 4 5 баҳои аъзои ҳакамон ба дастаи ҷавонӣ ҷиҳати иҷрои шарти тақлид 4 5 мехоҳам барои саҳна даъват карда бошам раиси аъзои ҳакамон дар толори имрӯза носирҷон буриев. марҳабо. хуб, донишкадаи молия ва иқтисоди тоҷикистон гурӯҳи ҷавонӣ.
شما سزاواری 79 خال گردیدید. آفرین. از یک چند دسته‌ای که در دور دوم اشتراک کردند شما در جای سوم می‌ایستید. خیلی خوب است. سلامت باشید. دسته کشاورزی دانشگاه اگراری تاجیکستان با نام شیرینشاه شیخ تیمور با گرفتن 83 خال با دوری من بعد راه داده می شود. نشر نوبتی برنامه مضمون تلویزیونی محفل ظریفان منظور شما گردانیدیم. در بازی امروزه دسته کشاورز با دسته جوانی بین خود رقابت کردند. پیروزی به دسته کشاورز میسر گردید. با شما بودم کرامت الله محیدین. تا برنامه‌های آینده شاد و پیروز باشید. شکوه دولتی پاینده باشد. جوانی جوانی با تو زیبا زندگانی. جوانی جوانی با تو زیبا زندگانی. جوانی که تا شایسته گردد زندگانی. جوانان این وطن آباد نماید، زمین تشنه را شاداب نماید. جوانی جوانی با تو زیبا زندگانی. جوانی جوانی با تو زیبا زندگانی. جوانان صاحب استقلال در همه دور و زمان قوه پیشبرنده جامعه بوده. آینده ملت و دولت به آنها وابسته است.